بیننده عزیز سلام، وقتان بخیر، امید جور صحت و سلامت باشید. امروز شنبه 11 مرداد ماه سال 1404 است و شما را خوش آمدید میگم به جدیدترین خبرهایی که امشب برای مهاجرین افغانستانی مقیم ایران اعلام و به نشر رسیده است. دوستان گرامی، خبر اول از اطلاعی خیلی مهم که از طرف کمیساری عالی سازمان ملل متحد یا یونیسی‌ها در کشور ایران برای تمام کسانی که دارای کارت آمایش می باشند برای از آنها یک اطلاع مهمی را به نشر رسانده است که در این اطلاعیه آمده است که به اطلاع تمام پناهندگان دارای مدرک قانونی کارت شناسایی اتباع خارجی با اقامت از نوع آمایش 18 و هویت 17 ساکن ایران رسانیده می شود که طرح بروزرسانی اطلاعات پناهندگان از تاریخ 4 مرداد ماه سال 1404 آغاز شده است و به مدت 2 ماه قابل اجرا خواهد بود. بنابراین تمام پناهندگان دارای کارت شناسایی اتباع خارجی با اقامت از نوع 18 و اتباع عراقی دارای کارت شناسی اتباع خارجی با اقامت از نوع هویت 17 پس از دریافت پیامک از سوی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی با رعایت قوانین و مقررات به دفاتر مربوطه مراجعه و نسبت به تمدید کارت های خود اقدام نمایند. و معلومات بعدی دوستان گرامی از توضیحات پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا درباره گم شدن گذرنامه می باشد که رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا بیان کرد که نیروهای پلیس مهاجرت و گذرنامه در 4 شهر زیارتی کربلا، نجف، سامرا و کاظمین مستقر هستند. در مواردی که گذرنامه افراد گم و یا به هر دلیلی خراب شود، ظاهران می توانند به دفاتر هنمی پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در شهرهای یاد شده مراجعه بکنند تا برگه عبور برایشان صادر شود. و قابل به ذکر است که بدون گذرنامه یا سند عبور امکان بازگشت از مرزهای زمینی یا هوایی عراق وجود ندارد. و معلومات بعدی دوستان گرامی قابل توجه اتباع خارجی مقیم ایران می باشد که اتباع غیر ایرانی مقیم ایران می توانند جهت اطلاع از وضعیت صدور دفترچه خود به این آدرس در نرم افزار بله مراجعه فرمایند که این لینک استعلام یا لینک همون برنامه است که شما میتونید با کلیک کردن سر هذه لینک در قسمت دسکریپشن یا توضیحات ویدیو وجود دارد.